تصور بکنید وارد یه انبار قدیمی زیرزمینی شدید پر از خرت و پرت و یه در چوبی هم اون کنار افتاده که بارها با بی‌تفاوتی از کنارش رد شدید، حتی با کفش هم از روش رد شدید، نگاهی هم بهش نکردید. شاید فکر کنی اون تخت چوب به درد هیچی نمیخوره، ولی اینو بهت بگم هرچی عمرش بیشتر باشه و قدیمی تر باشه با ارزش‌تر و قیمتی تره. نمیدونم شما یادتون میاد یا نه، ولی همین تا چند سال پیش که من خودم یادم میاد تیرهای چراغ برق و تلفن چوبی بودن. دلیلش هم اینه که یه سری از چوب‌ها هرچی عمرشون بالاتر میره مقاوم‌تر، مستحکم‌تر و با دوام‌تر میشن. واسه همین ویژگی استحکام چوبه که قدیمی‌ها میومدن از گونه‌هایی از چوب استفاده می‌کردن که با گذشت زمان استحکامشون بیشتر میشد. نمونه بارزش هم همین گونه سرخدار که متاسفانه در اثر استفاده بی‌رویه رو به انقراض رفت، ولی خب جلوش گرفته شد خوشبختانه. حالا اگه یه چوب قدیمی از گذشته براتون مونده یا تو انبارتون هست، بهتون میگم به راحتی از کنارش رد نشین، شاید اون چوب خیلی با ارزش باشه.